سلام، به روز دوم از سفر با من خیلی خوش اومد. دیشب کنار دریا یه شب واقعا قشنگی رو گذروندیم. البته که با بچه ها تو چادر چالش خاص خودشو داشت، ولی همین که صبح با این ویو بیدار شی واقعا لذت بخشه. از اینکه صبحونه رو درست کنیم، گوجه ها زحمتش افتاد با آقا کاظم و من رفتم سراغ قهوه درست کردن. در این قهوه درست کردن گفتم بهتون یادآوری کنم که ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و حتما همراه ما بمونید. بریم برای ادامه ویدیو. قهوه آماده شد، گوجه رفت بپزه. یه قهوه خوردم، گفتم تو بچه خوابم بهترین فرصت تا برم لب دریا. یه ملت لکشم برسم. از این عکس هنری هم گرفتم. برگشتم دیدم ارغوان بیدار شد و بغل بابایش گفتم برم سراغشون که حسابی اذیت میکنه. از اون عقب مشخص بود. آقا بای 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 یانه صبحونم آماده شد. البته که ارسلان هنوز خواب بود، ولی خب ما صبحونم رو خوردیم تا ارسلان بیاد، چون ارغوان خیلی داشت اذیت میکرد. گفتم دیگه تا اوج نرسیده صبحونم رو بخوریم. چقدر اذیت میکنی، چقدر عادی میکنی. گوش دادم ارسلان تا ازمون عکس بگیره. چقدر بهش تاکید کردم دست تکون نده، ولی باز هی تکون میخورد. آخرش مشخصه که چه عکسی ازمون گرفته. همینجوری نگرده تکون نده دستو اصلا. خب واقعا عکس عاشقانه سبزی از پاهامون. خودش هم که حسابی تو آب بازی کرده، کیف کرده. خوش میگذره؟ دوست داری آب بازی؟ ببینمت. تاتی مامان، تاتی بیا تاتی بیا جلو تاتی. ارغوان خانم هم بکنه که مامان اولین قدمش رو دریا برداشت و کلی کیف کرد. چون یه عمود یه نوشیدنی خواستم بخورم که ارغوان نذاشت و برای خوردن دیگری میده. دیگه وسیله ها رو جمع کردیم تا حرکت کنیم به سمت جنگل های زیبایی. من عاشق این گل کاغذی هم، انقدر که رنگشون قشنگ و دوست داشتنی، ولی انقدر گرم بود حال نداشتم پیاده‌شم باش عکس بگیرم. همینجوری تو ماشین یه سلفی باهاش میگرفتم. رفتیم آب بگیریم که بهمون گفتن آدرس دادن، اینجا رو پیشنهاد دادن. یعنی بیشتر قصد یخ بود، ولی اینجا دیدیم آبم داره. رفتیم آب گرفتیم، کلمنم رو پر کردیم، یخم گرفتیم. خیلی جای باحال و جالبی بود. رفتیم برای نهار که خدا رو شکر بچه‌ها خواب بودن که ما راحت بتونیم غذامون رو بخوریم. البته سهمشون رو نگه داشتیم، ماشینشون بودن. گوشیامون رو زدیم شارژ و بعد نهار حرکت کردیم. دختر مامانش نمیشد و مسیر زیبایی سرسبز برای رسیدن به کلبمون تو جنگل. چون انقدر اینو کرده بودیم، انقدر که مسیر طولانی بود، بودن 1 ساعت
گاوای زیبا. گاو دیگه گاوا رو که رد کردیم رسیدیم به اقامتگاه. خیلی قشنگیاش معلوم نبود چون هوا نیمه تاریک بود، ولی بازم جای قشنگی بود. خیلی دوستش داشتم. یه خستگی ریزی در کردیم، لباسامون رو عوض کردیم و از شب این ویو لذت بردیم. شام آماده کردم، یه لیوان شیر قهوه خوردم. شامو که خوردیم لباسایی هم که تو دریا بچه ها کسی کرده بودن شستم، پنگ کردم و رفتیم برای خواب و بیدار شدن فردا تو این بهشت زیبا. مرسی که همراه من بودین. لایک کنید، ما رو دنبال کنید. همچنان سفر ادامه داره. دوستتون دارم.